خدا در قرآن یک سوره تارتانک ذکر کرده است. الله تعالی میگه که مثال آنهایی که غیر الله تعالی در دنیا عبادت میکنند، گاو عبادت میکنند، درخت عبادت میکنند، غار عبادت میکنند، اسیریق و قلنفر عبادت میکنند، پیش درش رو بسته مانده، یا تحقیق اسب، یا کلی گسله، یا گاو، همین چیزا عبادت میکنند. مثال اینها گفت مانند خانه تارتانک. تارتانک یک خانه ساخت. تارتانک یک خانه ساخت. دنیا و از همه بی‌قوت‌ترین، نازک‌ترین خانه تارتانک است. برای که وظیفه خانگی نمی‌گیرد. از گرمی نگاه نمی‌دارد خانه تارتانک، از خنکی نگاه نمی‌دارد، از چشم بیگانه‌ها هم نگاه نمی‌دارد. خدا گفته مثال آنهایی که الله تعالی عبادت نکرده، گاو و سنگ و درخت عبادت میکنند مانند خانه تارتانک گفت. یعنی چقدر که خانه تارتانک وظیفه خانگی را اجرا نمی‌کند و خداهاشون وظیفه خدایی اجرا نمی‌کند، از دست چی نمی‌بیاد. گفت همینجا یک چیز عجیبی کرد خدا. گفت که تارتانک گفت صیغه مردانه کرد. زبان ما صیغه مردانه و زنانه‌اش نیست. مثلا زبان روسی نه هست، صیغه مردانه است، صیغه زنانه است. انا مثلا خدا گفت تارتانک گفت صیغه مردانه کرد ذکر کرد. سید آمشون که خانه ساخت گفت، فعلشه خانه ساخت صیغه زنانه کرد گفت، صیغه زنانه کرد. عالما حیران میشدن برای چی تارتانک که صیغه مردانه کرد ذکر کرده، خانه ساختش صیغه زنانه کرد ذکر کرد. حیران میشدن خدا خطا نمیکنه افته گذشته نمیرفتن. امروز در عصر ترقیات فهمیدن که آنهایی که با حشرات ها یعنی لابراتواری ها دارند فهمیدن که خانه تارتانک مادرش میبافته است، زنکش مادرش خانه نمیبافته است. گفتن که ما این چیزه کشف کردیم که عالمای اسلام در این 1400 سال پیش از این جامعه بدن، چون خدا صیغه زنانه که گفت که تارتانک خانه ساخت گفت. بنابراین قرآن کریم چقدر که زمان رو به ترقیات بیارد و همین وقت جوابگو است، به همه زمان و مکان جوابگو است. بنابراین ما شما باید به این قرآن رو بیاریم، این قرائت کردنش تعلیم گیریم. حتی بعضی انسان ها در سن 50-60 سالگی این قرآن رو شروع کردن تا آخری وقتشون قرآن حفظ کردن تمام کردن. این برای جوانان نیست. شخص 40 سال هم میتواند 1 ساعت 2 ساعت 5 دقیقه 10 دقیقه باشد هم برای خود وقت جدا کرده قرآن تعلیم گیرد، از عجایبات و حلاوت‌های این بهره برد. این یک قرآن است که امروز مردم‌های دیگر دعوت‌ها از این استفاده می‌برند. ما مسلمانان از این بی‌خبر هستند. ما فقط اگر قرائت می‌کنیم با کمک سوره‌های همون معنیش هم دیگه اعتبار نداره. بنابراین ما که دعوای مسلمانی داریم، خود مسلمان حساب میکنیم، این قرآن ما باید به عمل کنیم، مسلمان حساب میشیم. بنابراین ما این عمل کنیم، این تعلیم گیریم، برای شنیدن سخنهای خدای پیامبر حریص باشیم، بازگشت به دین خدا کنیم که حقیقت ما که پدر و بابای گذشتگان ما مسلمان بودن، ما خود مسلمان هستیم، باید زبان ما با عمل ما موافقت کنند. یعنی ما که ما مسلمان میگوییم مسلمان باشیم، حقیقتا موافق اسلام باید عمل کرده باشیم.